ویدیوی لحظه انتقال جسد مولانا مجیب الرحمن انصاری. این ویدیو دقیقاً چند لحظه بعد از اینکه انفجار صورت میگیرد گرفته شده است و در این انفجار جسد انصاری تیکه و پاره شده است. به همین دلیل جسدش را داخل کمپل انتقال می دهند. این سخنان یک ساعت پیش از کشته شدن مولوی انصاری است که میگوید من و شما هست. بیایم دشمنان اسلام وقتی مرا میکشند، امروز فردا 10 روز بعد 1 روز بعد میآیند آرزوی ما شهادت، ولی هیچ مسلمان مرا نمیکشه. مرا یهود و نصارا میکشه، مرا انگلیس میکشه، مرا بالاخره هم ملحدین کسانی که با الله و رسول باور ندارند مرا اونها میکشند. تو را اونها میکشند، نه اینکه اینو. و طالبان فردا را ماتم ملی اعلام کرده‌اند. در ادامه این ویدیو یکی از ترانه هایی که مولوی مجیب الرحمن انصاری در این اواخر خوانده است را برایتان نشر میکنیم. لا اله الا الله بر جمیع عزیز ما، لا اله الا الله بر جمیع عزیز ما، زیر پای کافر شد دشمنان همه خندان، زیر پای کافر شد دشمنان همه خندان. قدستون همین نارد، عشق و خون همین بارد، قدستون همین نارد، عشق و خون همین بارد. تا به کی بزن جیرم وای مسلمانان، تا به کی بزن جیرم وای مسلمانان. کوچش مسلمانان بوسنی و فلسطین کن، کوچش مسلمانان بوسنی و فلسطین کن. چوق بردگی پاکی ای جان گذر از جان، چوق بردگی پاکی ای جان گذر از جان. چون که وقت کمه، این برای شعاری که همه نو شما سر میدیم، شربت شهادت را عاشقان می نوشیم، شربت شهادت را عاشقان می نوشیم. سر فدای دین حق، جان فدای آن جانان، سر فدای دین حق، جان فدای آن جانان. همه تکرار کنید. مومنین بپا خیزیم، این ندای قرآنت، مومنین بپا خیزیم، ندای قرآنت. جان بگفز جا خیزیم، جنگی کفر ایمان است. همه تکرار کنیم. شربت شهادت را، شربت شهادت را عاشقان می نوشیم. سر فدای دین حق، جان فدای آن جانان،